گفتم داشت تو خبر داری این فیلم ها رو مثل این که فروختنش با این خارج از تهران پخشه گفتم که نه ببین این ما شریکیم دیگه. گفت خب باید شریکی هم اگه گفتم داریش خب بالاخره با ما شریک باید فروختن و گفت به پایین یاروی که این خریده خیلی آدم بله ها. گفتم چطور؟ گفت یا فوش میده جداوت میگه خارمادر میگه میزنه آدمو. گفتم برای چی میزنه؟ گفت اگه دیدیش یا جلو نرو خلاصه حوات جا همون. آقای انتظامی و همچنین گروه علیرغم اینکه خیلی هنرمندای بزرگ به حال سرشناس و اهل ادب و هنر و اینا بودن ولی در این حال به مسائل مالی هم خیلی زیاد توجه داشتن و علیرغم این توجه شدید که همیشه با اون لحن کاسبکارانه خودشون میگن پس ما چی شد؟ میگن همینطور یه مفتی بازی کنیم من کارم آقا بالاخره ما یه جو دارم آقا الان گوش شده کیلوی 200 تومن خب باور میکنی 200 تومن باید برنج میخوام کجا بیارم